سلام بیننده عزیز، طاهری سفر هستم و شما را با محتوای بعضی از گزارش‌های آشنا می‌کنم که تا 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی نشر می‌شوند. عملیات در بازار معروف لوبلینا و بازداشت ده‌ها مهاجر تاجیک و ازبک، هدف عملیات چی است و مهاجران به اصطلاح چه گناه کردند؟ گزارش را در این باره با کمک خود مهاجران آماده کردیم و همراه در برنامه خبری تماشا می‌کنیم. در تاجیکستان امروز 11 مارس خبرنگاران روز مطبوعات را تجلیل می کنند. آنهایی که بعد مشکلات همروزه مردم و یا نقص و کمبودی های جامعه را انعکاس کنند، اما خودشان در چند سال اخیر میگویند برای یک تنقید خرد مقامات یا انعکاس مشکلات جامعه آنها گرفتار دردسر می شوند. مقامات به خبرنگاران پنهانی و آشکارا تهدید می کردند که خاموش باشند و اگر هم بنویسند درباره دستاوردهای حکومت بنویسند. گزارش را در باره روز مطبوعات در تاجیکستان هم در برنامه امروز داریم و اگر فرصت رسید با همسری محمد علی حییت، یکی از رهبران زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی هم صحبت میکنیم که گفته است شوهرش را در زندان عذاب و شکنجه میدهند تا به ضد حزبش بدگویی کند. سورینیسا جوره و در این باره بعد این ملاقاتش با محمد علی حییت در روز 9 مارس در یک مراجعه ویدیویی صحبت کرده است. همکاران ما سعی دارند با همسری محمد علی حییت در این باره صحبت کنند و درباره مسائل مهم بین المللی هم گزارش خواهیم داشت. صحبت میکنیم درباره سفری حسن روحانی رئیس جمهور ایران و عراق. دو کشوری همسایه و عمدتاً شیعه مذهب چی رابطه ها دارند و حسن روحانی در بغداد درباره کدام مسائل صحبت میکند. تا کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه مستقیم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود و هم در صفحه رادیو آزادی در اینترنت که سروغش را نشانیش را می دونید azadi.org. ولی حالا از نزدیک کامپیوترهای خود دور نروید، چون صحبت را از استودیوی رادیوی آزادی از استودیوی دیگر ادامه می دهیم و درباره برنامه ریگی آمو با مؤلف آن عباس جوادی صحبت خواهیم داشت. بخش سوم برنامه از قتیبه تا به ابو مسلم تسخیر نهایی ماوراءالنهر از سوی عرب ها نام دارد و مؤلف درباره محتوای برنامه خواهد گفت و به سوالهای شما هم جواب می دهد.